مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم. این عباره‌ها در بسیار سخنرانی‌های مقامات تاجیکستان از جمله رئیس جمهور صدا می‌دهند. تقریبا در هر واخری نمایندگان تاجیکستان با کشورهای خارجی از جمله آمریکا مبارزه با تروریسم از موضوعهای اساسی صحبت است. خطر تروریسم بر تاجیکستان و کشورهای آسیای مرکزی تا کجا جدی است و چرا حامیان حقوق میگویند که حکومت‌ها آن را به وسیله سرکوب کردن ناراضیان به کار میبرند؟ آمریکا در این بخش با کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان چگونه همکاری را به راه مانده است؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوالها مهمان ما هستند گریگوری لاجرف، معاون یکم هماهنگساز بیورای مبارزه با تروریسم در وزارت کارهای خارجی آمریکا. جناب لاجرف، نخست میخواستم درباره هدف سفرتان به تاجیکستان بپرسم. تشکر مولا رجب. من بسیار خوشحالم که در اینجا در شهر دوست داشتنی دوشنبه هستم. این اولین سفر من به تاجیکستان است و امیدوارم که باز به اینجا میآیم. من با هیئتی از آمریکا در اینجا هستم تا با مقامات تاجیکستان صحبت کنم و این را بررسی کنیم که چگونه میتوانیم در بخش امنیت همکاری‌های ثمرناک داشته باشیم. در واخری با مقامات تاجیکستان آنها از کدام نگرانی‌های خود در موضوع تروریسم به شما گفتند؟ در هفته واخری امروز با نمایندگان تاجیکستان ما درباره خطرهای تروریسم و دیگر خطرهایی که هم به ایالات متحده آمریکا و هم به تاجیکستان تهدید می‌کند صحبت کردیم. اینچنین درباره دستگیری ایالات متحده آمریکا عاید صاحب اختیاری تاجیکستان صحبت کردیم. همکاری ما با تاجیکستان بهتر می شود و تقویت یافتن همکاری های ما در اساس باوری به یکدیگر می باشد. بیایید درباره موضوع تروریسم و خطرها از افغانستان صحبت کنیم. به گفته مقامات تاجیکستان در یک سال اخیر گروه انصارالله 2 مرتبه مرز تاجیکستان را عبور کرده تلاش کرد در داخل تاجیکستان عملهای تروریستی انجام بدهد. اما برخی ها به این شبهه دارند. به نظر شما خطر گروه انصارالله و یا دیگر گروه های تروریستی از افغانستان به تاجیکستان تا کجا واقعی به نظر می رسد؟ حکومت آمریکا و تاجیکستان در بخش مبارزه با تروریسم با آموزش دادن نظامیان و پیشنهاد نمودن تجهیزات به تاجیکستان کمک می رساند. حکومت ایالات متحده آمریکا گروه انصارالله را برای امنیت تاجیکستان و اینچنین به شهروندان ایالات متحده در تاجیکستان خطری واقعی می حسابد. دولت آمریکا درباره گروه انصارالله چه معلومات بیشتر دارد؟ بهادی ما در اساس همکاری ما با شریکان ما در تاجیکستان می باشد. آن معلومات هایی که ما از آنها می گیریم آن را معلومات درست می شماریم. گروه طالبان که بیش از 2 سال از قدرت را در افغانستان در دست دارد بارها اعلام کرده است که اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان به علیه کشورهای منطقه و جهان خطر تهدید کند. شما همچون مقامدار آمریکایی در بخش مبارزه با تروریسم آیا به این حرف طالبان باور دارید؟ ایالات متحده آمریکا منتظر است که گروه طالبان با وعده داده خود در دوحه عمل کنند. آنها عهدهدار شدند که اجازه نمی‌دهند که از خاک افغانستان خطری به کشورهای منطقه تهدید کند، از جمله خطرها به تاجیکستان. بعدی به قدرت رسیدن طالبان نیروهای آمریکایی در یک حمله پهپادی رهبر القاعده ایمن الظواهری را در مرکز کابل کشتند. مقامداران آمریکایی این را خلاف سازشنامه دوحه گفتند که بر اساس آن طالبان نباید در داخل افغانستان برای فعالیت گروه‌های تروریستی اجازه بدهند. سوالم حالا این است که افغانستان زیر نظارت طالبان برای گروه‌های تروریستی حالا مکان امن است؟ گروه طالبان وظیفه‌دار است که مسئله تروریسم را در افغانستان زیر نظارت داشته باشد. حمله‌ای که ما کردیم و در آن ایمن الظواهری کشته شد، یک نوع پاسخ ما به آن خطرهایی بود که از طرف گروه‌های تروریستی در افغانستان می‌بینیم و اینچنین خطرها به دولت‌های منطقه. ما امیدواریم که گروه طالبان به عهده‌داری‌هایی که در چارچوب سازشنامه دوحه گرفته‌اند پایبند می‌مانند. خب بعد به قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان نگرانی مقامات تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی از خطرها از افغانستان زیاد شده است. شما به این چی میگید؟ We have excellent consultations on security and including on shared threats in Afghanistan.
ما در مسئله خطرهای تروریسم با تاجیکستان گفتگوی عالی داریم. از جمله در این باره صحبت کردیم که چگونه همکاری ها را در این بخش بهتر کنیم و چگونه به تاجیکستان کمک کنیم تا امنیت در مرزهای خود را مستحکم تر کند. پگاه من در یک مراسم فارغ التحصیل اشتراک میکنم که از طرف حکومت امریکا به کارمندان عمان تاجیکستان پیشنهاد شده است. در دایره این برنامه کارمندان عمان درباره تامین امنیت در منطقه‌های سرحدی آموزش گرفتند. They are taking a tactical border security training course that the United States is funding and providing the instruction on, and I will attend that graduation ceremony tomorrow. ایالات متحده در بخش مبارزه با تروریسم با کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان چه برنامه همکاری را به راه مانده است و یا به راه ماندنی است؟ Yeah, that's a great question. So we are working on border security with ما با شریکان خود در تاجیکستان در مسئله بخطری سرحد همکاری زیج داریم. این همکاری ما با دولت‌های آسیای مرکزی در چارچوب S5 جمع یک رفته ایستاده است. ما همچنین برنامه‌های منطقوی داریم. مرکز یکی از برنامه‌های ما در الماتو است و تاجیکستان هم در این برنامه اشتراک می‌کند. در چارچوب این برنامه ما در مسئله تامین امنیت در سرحد، بخطری در استفاده اینترنت، بخطری آویاسیا و دیگر ساحه‌ها آموزش‌ها پیشنهاد می‌کنیم. سفر من به آسیای مرکزی با غیر از تاجیکستان اینچنین ازبکستان، قزاقستان را هم فرا میگیرد. در این کشورها نیز ما با شریکان خود در مسئله بخطری صحبت میکنیم. جناب گریگوری لاجرفا، این روزها جنگ میان گروه حماس و اسرائیل در نوار غزه همچنان ادامه دارد و همچنین درگیری‌های پراکنده میان اسرائیل و گروه حزب الله لبنان هم. نظر شما به نزاع جاری در خاورمیانه چی است؟ آیا پشتیبانی امریکا از اسرائیل احساسات ضد آمریکایی را در جهان از جمله در کشورهای اسلامی به بار نمی آورد؟ Yeah, so my government and the government of Tajikistan and our partners in the region. حکومت امریکا، تاجیکستان و شریکانمان در منطقه همه ما می‌خواهیم که این مشکلی در خاورمیانه هر چه زودتر انجام یابد و عذاب و مشقت شهروندان در غزه کم شود. یگانه راه برای دسترس شدن این است که ما باید یک شرایط فراهم آوریم که حالت صلح و امنیت در منطقه پایدار باشد. ایالات متحده آمریکا باور دارد که در این جنگ باید شهروندان غزه از خانه‌های خود مجبوراً کوچانده نشوند، نه حاضر و نه بعد از جنگ. اینچنین غزه همچون منطقه برای تروریسم و دیگر حمله‌های تروریستی استفاده برده نشود. بعد انجام جنگ نباید غزه اشغال کرده شود یا به محاصره گرفته شود. حدود نوار غزه کم کرده نشود و ما باید همین شرایط را فراهم آوریم که خطر تروریسم از غزه از بین برداشته شود. We must also ensure no terrorist threats can emanate from the West Bank.